Sorbonne and the chairman of Gustingiri Confederation from Africa, Raihon Mustafa. ورزشکارانی موفقی وزن تو 78 کیلو رو حالا استقبال میگیریم. خب همینطور ما بایستگی میرویم با وزن 78 کیلوگرمی مردان، جایی که نفران موفق با گرفتن نشانهای افتخاری مشرف گردیدند. حالا ورزشکارانی موفقی وزن تا 78 کیلو ابوبکر باقی و فهرار زیاداللهیوف، امید احسان و محمد شریف نجم‌الدینوف را استقبال می‌گیریم. از مهمانان عالی قدر خواهش می‌کنیم. خب همینطور دوستان عزیز در وزن 78 کیلوگرم ابوبکر باقیوف جمهوری تاجیکستان، احرار زیاداللهیوف جمهوری ازبکستان برندگان نشانهای برنجی هستند. سوربن خال محمدزاده معاون رئیس شهر دوشنبه جایزه ها را تقدیم میکنند، مدال ها را به نفران موفق این وزن. خب امید احسانوف قهرمان جهان در رشته کشتی کورش برنده مدال نقره این مسابقات گردید. خب محمد شریف نجم‌الدینوف از تاجیکستان برنده مدال طلای ششمین مسابقه بین المللی اوید و گشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه گردید. همزمان ریحان مصطفی نماینده فدراسیون گشتینگیری در منطقه افریقا تحفه های پولی را به نفران موفق تقدیم میکند. البته چون گفتیم 2500 دلاری به مقام های سیوم، 5000 دلار امریکا به مقام دوم و 10000 دلار امریکایی به برنده نشانی طلا مشرف میگردد که این هم محمد شریف نجم‌الدینوف از تاجیکستان است. خوب اکنون با شرافت پیروزی محمد شریف نجم‌الدینوف سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد. محمد شریف نجم‌الدینوف سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد. Sounds the national anthem of the Republic of Tajikistan.
همین طور نفران موفق پهلوانان ارزنده در وزن 78 کیلوگرم قدردانی گردیدند. اکنون از معاون یکم رئیس شهر دوشنبه شریفی بختیار خالمرزایف حسن برنده مدال طلای بازی‌های المپیک ریو دی ژانیرو مهمان فخری مسابقات امروز خواهش میکنیم که نزد منبر افتخاری آیند. Ladies and gentlemen, awarding ceremony for the finalists under 95 kilos. To present them medals, we invite the Deputy Chairman of the Dushanbe City, Sharifi Bakhtiyor, and the gold medalist of the Olympic Championship in Rio de Janeiro, Khalmirzoyev Hassan. خب اکنون بعد از چند لحظه مراسم تقدیم جایزه ها و پهلوانان وزن تا 95 کیلوگرم آغاز می‌گردد. فرصتی فرا رسیده است که والیبال وزن تا 95 کیلوگرم را استقبال می‌دهیم. صادق آذران ایران، ویناشویلی بکا گرجستان، حسین خالمرزایف